سلام به همگی. هفته پیش یه اتفاق خیلی مهم و تاریخی تو بورس تهران افتاد. شاخص برای اولین بار از مرز 4 میلیون واحد گذشت. امروز میخوایم با هم ببینیم دقیقاً چی شد که بازار یه همچین جهشی رو تجربه کرد. این عدد رو ببینید، 4 میلیون و 28. این عددی بود که شاخص کل بورس هفته پیش باهاش بسته شد. یه رکورد تاریخی که واقعاً همه فعالای بازار رو غافلگیر کرد. خب سوال اصلی دقیقاً همینه. چطور ممکنه شاخص تو یه هفته بیشتر از 7% رشد کنه؟ آیا این فقط یه هیجان زودگذره یا واقعاً یه تغییر اساسی و بنیادی اتفاق افتاده؟ بیایید با هم عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. خیلی از تحلیلگرها از اتفاقی که افتاد به عنوان یه طوفان کامل یاد میکنن. یعنی این رشد یهویی فقط یه دلیل نداشته. در واقع 3 نیروی خیلی قدرتمند همزمان به هم رسیدن و بازار رو با یه قدرت فوق‌العاده‌ای به جلو هل دادن. این 3 عامل کلیدی رو قراره با هم کالبد شکافی کنیم. اول از همه یه سیاست ارزی کاملا جدید. دوم، حذف یه قانون دست و پاگیر به اسم حجم مبنا و سوم، ورود یه حجم پول عظیم از طرف سرمایه‌گذارای حقیقی به بازار. بریم سراغ اولین و شاید بشه گفت مهمترین ماشه این حرکت، یعنی یه تغییر بزرگ توی سیاست ارزی دولت که مستقیما روی سود شرکت‌های بزرگ بورسی تاثیر گذاشت. ببینید، قبلا یه سیستمی داشتیم به اسم ارز نیمایی. تو این سیستم شرکت‌های صادراتی مجبور بودن دولالی که به دست میارن رو با یه نرخ دستوری و پایین بفروشن. خب این طبیعتاً سودشون رو خیلی کم می‌کرد. اما سیستم جدید که بهش میگن توافقی به این شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمیا و بانک‌ها اجازه داد که ارز خودشون رو با نرخی نزدیک به بازار آزاد بفروشن. خب معلومه همین یه تغییر به تنهایی سود این شرکت‌ها رو زیر و رو کرد و ارزش سهامشون رو تو بازار بالا برد. خب این از بحث ارز. حالا بریم سراغ عامل دوم. یه تغییر فنی توی قوانین بازار که شاید خیلی‌ها بهش توجه نکردن ولی تأثیر فوق‌العاده‌ای روی سرعت رشد قیمت‌ها داشت. قانون حجم مبنا رو مثل یه ترمز یا یه سرعتگیر برای بازار در نظر بگیرید. قبلاً برای اینکه قیمت یه سهم بتونه رشد کامل روزانش رو داشته باشه، باید یه تعداد مشخصی از اون سهم معامله میشد. از 22 دسامبر این قانون عملاً عوض شد و حجم مبنا برای همه سهم‌ها شد 1. میدونید این یعنی چی؟ یعنی انگار ترمز بازار رو برداشتن و پدال گاز رو تا ته فشار دادن. نقد شوندگی به شدت رفت بالا و قیمت‌ها مخصوصاً تو سهم‌های بزرگ با سرعت خیلی بیشتری حرکت کردند. و اما ضلع سوم این مثلث که این طوفان رو کامل کرد، ورود یه حجم پول عظیم از طرف سرمایه‌گذارای حقیقی، یعنی پول من و شما. این عدد واقعاً باور نکردنیه. فقط توی یه هفته سرمایه‌گذارای خرد 7.5 هزار میلیارد تومان پول تازه وارد بازار کردن. این هم نشون از بازگشت اعتماد به بازار داره و هم ترس از جا موندن از بقیه بازارها. اینم یه رکورد شکنی دیگه. روز چهارشنبه 24 دسامبر ما شاهد ورود بیش از 3000 میلیارد تومان پول حقیقی فقط در یک روز بودیم. این عدد برای ورود پول روزانه به بازار یه رکورد تاریخی به حساب میاد. این نمودار قشنگ داستان رو خلاصه میکنه. داده‌ها خیلی واضح نشون میدن که یه طرف حقیقی‌ها با یه تقاضای وحشتناک داشتن می‌خریدن و طرف دیگه این سرمایه‌گذارای حقوقی و شرکت‌های بزرگ بودن که داشتن عرضه می‌کردن و می‌فروختن تا این آتش خرید رو جواب بدن. خب توی این شلوغی بازار این تغییرات بزرگ چه تأثیری روی صنایع مختلف گذاشت؟ کیا بیشترین سود رو بردن و کدوم بخشا با چالش روبرو شدن؟ اگه بخوایم خلاصه بگیم، بانک‌ها به لطف همون سیاست جدید ارزی برنده بزرگ ماجرا بودن. صنعت مخابرات هم با مجوزی که برای افزایش ترافه‌ها گرفت، رشد خوبی کرد. پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها یه وضعیت دوگانه‌ای داشتن. از یه طرف نرخ ارز جدید به نفعشون بود، ولی از طرف دیگه ترس از کمبود گاز و برق تو زمستون یه ریسک جدی براشون بود. و خب بازنده اصلی هم صنعت سیمان بود که با قطعیت گسترده انرژی دست و پنجه نرم می‌کرد. و حالا میرسیم به سوالی که تو ذهن همه ما هست. آیا این اتفاقات تکرار اون حباب معروف سال 99 هست یا این بار داستان فرق میکنه؟
نکته جالب اینجاست که به نظر میرسه اکثر تحلیلگرای بازار معتقدن که این رشد اخیر ریشه‌های واقعی‌تر و بنیادی‌تری داره. یعنی برخلاف سال 99 که بیشتر هیجان و نقدینگی سرگردان عامل رشد بود، این بار تغییرات واقعی توی سیاست‌ها و پتانسیل سودآوری شرکت‌ها موتور محرک بازار بوده. بسیار خوب، حالا که به این نقطه مهم رسیدیم، آینده چی میشه؟ بازار تو کوتاه مدت چه مسیرهایی رو میتونه بره؟ بیایید 3 سناریوی محتمل رو با هم مرور کنیم. 3 سناریوی اصلی روی میزه. تو سناریوی مثبت، اگه سیاست ارزی جدید همینطور باثبات بمونه، میتونیم شاهد یه روند صعودی ملایم باشیم. تو سناریوی خنثی، یه عده شروع به شناسایی سود میکنن و بازار برای مدتی تو همین محدوده‌ها درجا میزنه و نوسان میکنه. و اما سناریوی منفی که توش یا دولت از سیاست ارزی جدیدش عقب نشینی میکنه یا بحران انرژی شدیدتر میشه که هر کدوم از اینها میتونه یه اصلاح و ریزش رو به بازار تحمیل کنه. و در نهایت همه چیز به این سوال اساسی برمیگرده. آیا این جهش تاریخی شروع یه فصل جدید و پایدار برای اقتصاد ایرانه یا فقط یه واکنش کوتاه مدت و هیجانی به چند تا تغییر بود؟ آینده نزدیک جواب این سوال رو به ما خواهد داد.